شما هم فکر میکنین که فنس‌های الکتریکی کشنده است؟ بیاین تا جواب بهتون بگم. این تصور اشتباهیه. شوک این دستگاه الکتریکی کشنده نیست، اما قطعاً بسیار دردناکه. جالبه که تا به الان شخصی نبوده که راضی به تست شوک این دستگاه باشه. در ضمن میزان ولتاژ شوک این دستگاه از طریق دستگاه مرکزی قابل کنترل هستش. یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، دستگاه‌های غیر استانداردی که در بازار وجود دارن قطعاً خطر جانی داره. پیشنهاد ما به شما اینه که این محصول را از شرکت‌های معتبری مثل اسپارا که دارای استانداردهای داخلی و خارجی، تاییدیه فراجا و بیمه مسئولیت هست تهیه بفرمایید. اسپارا، فنس الکتریکی هوشمند.